پس از صنعتی اقتصادی شدن سینما به خصوص با ظهور هالیوود از دهه 1920 که البته برای بقا و در عین حال تکامل سینما به لحاظ تاریخی امری ضروری بود، فیلمسازی در عرصه زیبایی شناسی تابع چارچوب‌ها و قواعدی خاص شد. چارچوب‌ها و قواعدی که در طول تاریخ سینما جریان رایج و اصلی سینما در همه جای دنیا را پیریزی می‌کرد. گران بودن سینما و نیاز به جذب انبوه مخاطب به شکل طبیعی امکان تجربه ورزی در عرصه جریان رایج اصلی را کمابیش ناممکن کرده بود. تنها فیلمسازان اندک و انگشت شماری بودند که به اتکا به نبوغ مشخص و البته نفوذ گسترده‌شان در صنعت سینما توانستند در دل سینمای جریان رایج و اصلی تجربیاتی نامتعارف و خلاف آمد را هم رقم زنند. چهره‌هایی مثل آلفرد هیچکاک در دل جریان سینمای استودیویی هالیوود و از خلال فیلم‌هایی که به لحاظ شکل تولید تابع این نظام بودند در اوج سینمای استودیویی در زمینه گسترش زیبایی شناسی فیلم تجربه‌هایی همسنگ فیلم‌های تجربی و آوانگارد کردند. همشهری کین، نخستین فیلم اورسون ولز و طناب و پنجره عقبی آلفرد هیچکاک با تعاریف رایج از زیبایی شناسی تجربه‌گرا در هنر به شکل عام و سینما به شکل خاص آثاری تجربه‌گرا محسوب می‌شوند. گرچه کاملا در دل نظام تولید استودیویی هالیوود کلاسیک ساخته شده بودند، با این حال این نمونه‌ها بسیار انگشت شمار و معدود بودند و شاکله اصلی سینمای جریان اصلی چه در آن روزگار و چه در زمان حال ارتباط چندانی با تجربه گرایی ندارد. دقیقاً به همین خاطر است که مجموعه ای از تجربه ورزی های زیبایی شناختی در عرصه فیلم کمابیش 20 سال پس از ظهور سینما تا کنون منظومه ای را تشکیل می دهد نقطه مقابل جریان اصلی سینما در همه جای دنیا. منظومه ای که حاصل تفاوت های بنیادین اجزای تشکیل دهنده آن در عرصه تولید، پخش و زیبایی شناسی با سینمای رایج است. این فیلم ها نه تنها به لحاظ تولیدی و اقتصادی آثاری در حاشیه جریان اصلی اند، بلکه به لحاظ زیبایی شناختی نیز از ماهیتی حاشیه‌ای برخوردارند. به این معنا که ادغام آنها در وضعیت انضمامی سینمای معاصرشان ناممکن است. بنابراین خود فیلمسازان و هنرمندان این سینمای تجربه‌گرا هم اصولاً فیگورهایی حاشیه‌ای محسوب می‌شوند. حاشیه‌ای در معنای وسیع، یعنی جایگاه چندانی در عرصه رسانه‌ها، جشنواره‌های فاخر، سالن‌های عظیم، روی جلد مجلات، عرصه تبلیغات و غیره ندارند. در واقع تنها از طریق وفاداری به این ژست حاشیه‌ای بودن است که ظهور سینمای تجربه‌گرا ممکن می‌شود، یعنی از طریق بی‌اعتنایی به آن اتمسفر و محیطی که محصول جریان اصلی سینما در همه جای دنیاست. در عین حال ساختن فیلم با بودجه‌های اندک و شخصی و البته چشم داشتن به تماشاگری اندک و خاص آشنا با تاریخ سینما و حتی هنر. همین نکته کافی است تا نشان دهیم آنچه تحت عنوان پرهیاهوی سینمای تجربی در ایران عرضه می شود با فیگورهایی که حجم تصاویر، مصاحبه ها و به طور کل حضورشان در عرصه عمومی گاه همسنگ عامه پسندترین فیگورهای فرهنگی است تا چه حد کاذب و دروغین است. آنچنان که تحلیل زیبایی شناختی آثار این گروه که گاه کمیتشان از فیلمسازان جریان اصلی هم بیشتر می شود کاری عبث و زاید می نماید. در چنین وضعیتی خلاقیت و بازیگوشی به عنوان دو رکن اصلی زیبایی شناسی فیلم تجربی امکان ظهور می‌یابد. خلاقیتی که حاصل رهایی از قواعد و نظام تعیین کننده و سقف و تخت تولید است. بازیگوشی حاصل بی‌اعتنایی به مصرف کنندگان انبوه یا همان تماشاگر عام. دیگر نه رضایت بازار بلکه نگرش و قریحه فردی فیلمساز است که بر فیلم حاکم است. و گاه اساساً خلاقیت حاصل فقدان امکانات و منابع برای خلق یک اثر استاندارد با قواعد رایج است. نمونه مشهور آن در تاریخ سینمای تجربی سادی بنینگ است که در 15 سالگی با دوربین اسباب بازیش نوع خاصی از فیلم شخصی تجربی را ابداع کرد. طبیعی است که چنین فیلمی، چنین تجربه‌ای تنها با نوعی بی‌اعتنایی به قواعد حاکم بر سینما شکل می‌گیرد. خلاقیت خام، برنده، گاه ناشیانه اما به غایت اصیل که حاصل آزادی از همه قیود تولیدی تجاری زیبایی شناختی سینماست.
هنگامی که سینما در اواخر قرن 19 اختراع شد، در 2 دهه نخست فیلمسازان با این هنر جدید به شکلی بازیگوشانه برخورد می‌کردند. دوربین در حکم نوعی اسباب بازی برایشان بود و آنها نیز پیوسته در حال بازی با امکانات دوربین و خلق تصاویری بازیگوشانه بودند. این دوره است که سینما هنوز سیطره داستان را نپذیرفته بود و بنابراین تصاویر جدا از قید و بند داستان خصلتی به غایت بیانگرانه داشتند. فیلم‌های 2 دهه نخست یعنی وضعیت طبیعی سینما در 2 دهه نخست تا پیش از ظهور داستان و سپس فیلمنامه با تعاریف امروزی وضعیت تجربی و آوانگارد است. کیفیت جادویی و سحرانگیز تصاویر سینمایی این دوره حاصل رویکرد بازیگوشانه فیلمسازان نسبت به دوربین است. جذابیت سینما برای توده ها نیز به واسطه همین کیفیت جادویی و توهمگرایانه آن است. چیزی بیشتر همردیف شعبده بازی تا هنری داستانگو. این آزادی فیلمساز از قید و بندهای صنعتی اقتصادی به او این امکان را میداد تا نیروی خلاقیتش را به شکل تام و تمام در محصول نهاییش تزریق کند.